کردار زیست نفرانی جنایت پیشه را نزد جامعه سرخم نموده داغ سیاهی را روی دفتری حیاتشان باقی خواهد گذاشت. ضمنی براه ماندن چاره‌های فوری و جستجویی در اساس عریضه‌های شهروندان، کارمندان شعبچه 8 شعبه کوفتگاه جنایتی ریاستی وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان، شهروند تورزاده زیارتشاه حیدرقل سال تولدش 1982 ساکن جماعت دهاتی بوستانقلعه ناحیه کوشانیان را که پیش با ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان قلابی دستگیر نمودند. معین کرده شد که تورزاده زیارتشاه در بازارهای فروش اتومبیل‌ها واقع در شهری باختر و ناحیه واسع خود را فروشنده اتوماشین‌ها معرفی می‌نماید و طول چند وقت به مردم فریبی مشغول گشته است. چنانچه او با شهروند اندلیف اسکندر ساکن ناحیه دنقره در بازار فروش ماشین‌های دهه مهرآباد ناحیه واسع واخورده اتوماشین تمغه دیولیگنز که به شهروند اندلیف اسکندر تعلق داشت 17,000 سامانی نرخ گذاری می‌نماید و به نام برده 2,000 سامانی پرداخت کرده وعده می‌دهد که مبلغ باقی مانده‌اش را بعد 3 روز پرداخت خواهد کرد. اما تورزاده بدون آگاه نمودن صاحب ملک اتوماشین را به شخصی دیگر و مبلغ 9,000 سامانی فروخته مبلغش را به منفعت خودش صرف کرده است. به این مانند گمانبر برای فریب با باوری بایرف معروف جان ساکن شهری باختر در آمده از اتوماشین تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 55,000 سامانی نرخ گذاری کرده گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. تورزاده زیارتشاه با این کردارهای جنایتکارانش به شهروندان ضرری مالی مخصوصا کلان رسانیده است. در شعبه تفتیشاتی ریاستی وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان نسبت تورزاده زیارتشاه پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. از شهروندان دعوت به عمل آورده می شود نفرانی که به دام فریب این شخص جنایت پیشه افتادند می توانند به شعبه های وزارت کارهای داخلی در محل زیستشان بوده مراجعت نمایند.